از من خواسته بودید نصب چت جی پی تی در ایران رو بهتون آموزش بدم، هم اندروید هم آی او اس. مرحله اول ایجاد حساب کاربریه که باید از مرورگر انجام بدید، نه داخل اپ. با فیلتر شکن گوگل رو باز بکنید، چت جی پی تی رو جستجو کنید، اینجا لاگین رو بزنید و بعد ساین اپ. ایمیلتون رو وارد بکنید و یک رمز انتخاب کنید. کد تایید برای ایمیلتون ارسال میشه که باید اینجا وارد کنید. حالا برای نصب روی گوشی‌های اندروید چت جی پی تی رو از گوگل پلی نمیتونید دانلود کنید. باید باز وارد مرورگر بشید، چت جی پی تی رو جستجو کنید، اینجا دانلود رو بزنید و بعد اندروید رو انتخاب کنید. وقتی نصب شد، همون ایمیل و رمز رو وارد کنید. برای آی او اس هم از اپ استور میتونید اپ رو دانلود بکنید و بعد از نصب ایمیل و رمز رو وارد کنید. اگر اپ رو باز کردید و شروع به کار نکرد، باید سرور رو تغییر بدید. مثلا روی گوشی من با سرور آمریکا کار نمیکنه. باید به کانادا تغییر بدم. از من خواسته بودید نصب چت جی پی تی در ایران رو بهتون آموزش بدم، هم اندروید هم آی او اس. مرحله اول ایجاد حساب کاربریه که باید از مرورگر انجام بدید، نه داخل اپ. با فیلتر شکن گوگل رو باز بکنید، چت جی پی تی رو جستجو کنید، اینجا لاگین رو بزنید و بعد ساین اپ. ایمیلتون رو وارد بکنید و یک رمز انتخاب کنید. کد تایید برای ایمیلتون ارسال میشه که باید اینجا وارد کنید. حالا برای نصب روی گوشی‌های اندروید چت جی پی تی رو از گوگل پلی نمیتونید دانلود کنید. باید باز وارد مرورگر بشید، چت جی پی تی رو جستجو کنید، اینجا دانلود رو بزنید و بعد اندروید رو انتخاب کنید. وقتی نصب شد، همون ایمیل و رمز رو وارد کنید. برای آی او اس هم از اپ استور میتونید اپ رو دانلود بکنید و بعد از نصب ایمیل و رمز رو وارد کنید. اگر اپ رو باز کردید و شروع به کار نکرد، باید سرور رو تغییر بدید. مثلا روی گوشی من با سرور آمریکا کار نمیکنه. باید به کانادا تغییر بدم.